کسی که خودش رو سطح 1 تهران میدونه، شرور و اوباشی به نام سعید اسحاقی. سعید اهل خلاف بود، همه جور خلافی هم میکرد. برای اینکه بیشتر دیده بشم چند باری با هانی کرده از خودش داخل مجازی عکس منتشر کرد. اما هرچی که بود بیشتر عشق دوربین بود. علاقه شدیدی هم به دیده شدن در مجازی داشت، اما با وجود همه اینا بیکله بود و به هر محله‌ای که میرسید درگیری ایجاد میکرد. چند باری هم دستگیر شد و بعد از هر آزادیش بیشتر دعوا ایجاد میکرد. ناگفته نمونه که سعید در حرفه ورزش‌های رزمی هم فعالیت میکرد. یه بارم سر کلکل با یکی میریزه محلشو با قمه و اسلحه به طرف شلیک میکنه که توسط پلیس دستگیر میشه و تلویزیون هم نشونش میده. وقتی که خبرنگارا ازش پرسیدن که چرا این کار رو کردی، خطاب به اونا گفت که ما سطح 1یم و برامون افت داشته که یکی از یه محل دیگه بهمون زور بگه. ما هم رفتیم بالا سرش. سرانجام سعید بعد از زندانی شدنش آزاد میشه و الانم به زندگی عادیش میپردازه.